سلام به دوستای گلم. امروزم اومدم با یه آموزش غذای دیگه، آموزش یکی از سبک‌های زرشک پلو با مرغ مجلسی و گیلانی که مردم گیلان همیشه تو عروسیاشون این سبکی درست میکنن بیشتری. گفتم براتون امروز آموزش رو بذارم دوستای گلم. دارین میبینین که مرغم رو گذاشتم یخزدایی شده، گذاشتم آروم آروم داره سرخ میشه و در ادامه آموزش رو کامل قدم به قدم براتون گذاشتم و نکات ریزی هست که باید حتما دقت کنین، حتما باید تا آخر کلیپ آموزش رو ببینین تا عزیزان من نمک، فلفل، زردچوبه به اندازه دلخواه زرشک پلو به زدم سمت به مرغ‌های آذربایجان خودم. هستش که برای شما به اشتراک گذاشتم. دوستتون دارم. قبل اینکه بخواید ادامه ویدیو رو ببینید خوشحالم میکنید، به ویدیو منو سابسکرایب کنید و اون قلب بیرنگ کوچیک قرمزش کنید و به دوستان و آشنایانتون منو معرفی کنید. مرسی که هستین دوستای گلم. ممنون که برای من نظراتتون رو میذارین، همیشه کامنت میذارین. برای من یه قوت قلبیه کامنت های شما، توجه یه شما. مقدار سرخ بشه. هرچی بیشتر شما کامنت بذارین به من ایده، پیشنهاد بدین، من تولید محتوای بهتر برای شما آماده میکنم. امید من شماهایین. دوستتون دارم. دیگه سکوت میکنم، میریم ادامه آموزش رو ببینیم. پیاز سرخ شده اضافه میکنم تو این مرحله. فرصت میدم تا پیازم آب بشه. تو این مرحله فلفل دلمه‌ایامو من ترجیح دادم درشت باشه میریزم. الان بهش میخوام رب گوجه اضافه کنم. به اندازه دلخواه رب گوجه اضافه میکنیم. اگه زعفرون داشتین حتما تو این مرحله زعفرون اضافه کنید به مرغاتون که سرخ شدن. این غذایی که دارم براتون آماده میکنم یکی از روش‌های زرشک پلو با مرغیه که من درست میکنم. یکی از سبکاشه عزیزای دلم.
این سبکی که دارم درست میکنم بیشتر عروسیای گیلان به همین سبک زرشک پلو با مرغ رو درست میکنم. خیلی هم خوشمزه است، عالی در میاد. حالا بعضیا هویج هم اضافه میکنن. هویج فقط شیرینش میکنه، کار خاصی انجام نمیده به نظر من. توی زرشک پلو بهتره که همین فلفل دلمه‌ای باشه، اونم به مقدار کم، بیشتر زعفرون باشه. حالا من زعفرون نداشتم، یه مقدار فلفل دلمه‌ایمو بیشتر اضافه کردم. من با چیزایی که در دسترس دارم سعی میکنم براتون غذاهایی که خودم درست میکنم و روزمره رو براتون به اشتراک بذارم دوستای گلم. چیزایی هم که قوانینی هم که داره حالا خودمم نداشته باشم در خانه، یه چیزی که کم باشه رو همینجا میگم که خودتون اضافه کنین. رب گوجه من باید سرخ بشه با مرغ منگ مقدار تا رنگش قشنگ مشخص بده، رنگ پس بده. تو این مرحله احتیاجی نیست دوستای گلم بهش دارچین اضافه کنین اصلا، چون طعم غذاتون رو کاملا تغییر میده. ما توی زرشک پلو به هیچ عنوان دارچین نداریم، یا زعفرون میریزی یا فلفل دلمه میریزی. دارچین طعم غذات رو عوض میکنه. همینجور ما تو فسنجون اصیل گیلانی هم ما دارچین نداریم. حالا بعضیا اومدن اضافه کردن دارچین کلا طعم گردو رو، طعم خوشمزگی غذا رو میدزده. برای بعضی از غذاها کاربردی دارچین. الان برای زرشک پلو ما دارچین کاربردی نیست، هویج هم کاربردی نیست. اگه میخواین خوشمزه بشه غذاتون سعی کنین هویج رو حذف کنین توی این سبک زرشک پلو. البته این میگم سبک آذرهومه، میتونین امتحان کنین و نظراتتون رو برای من کامنت کنین. انتقادی هم اگه دارین، نظری دارین، ایده‌ای دارین، پیشنهادی دارین، خوشحالم میکنین که تو کامنت ها برای من بنویسین. ممنونم. خب الان دوستای گلم میخوام دیگه کم کم آب رو اضافه کنم به مرغم. شما سعی کنین از گوشه بریزین آبتون رو، از وسط مرغ نریزین. دیگه من دستم چون دوربین بود گفتم امروز براتون یه ویدیو بگیرم، خودم تنها هستم، به خاطر همون یه مقدار برای من چون مشکل خودم دارم تنهایی فیلم میگیرم براتون، دیگه نشد براتون از گوشه قشنگ آبو بریزم داخل مرغم. ولی شما روی مرغتون آب نریزین، از گوشه آب بریزین همیشه. سعی کنین زیاد آب نریزین. این مرغ باید برای خودش با همین سوسی که درست کردیم جا بیفته. هیچ چیزی هم نداشت دیدین. اینو دیگه سرشو میذاریم میره تا یه نیم ساعت 40 دقیقه برای خودش ریزغول بزنه. دیگه این سرشو میذاریم برای خودش ریزغول بزنه تا این سس ما غلیظ بشه و آماده بشه. میریم مرحله بعد.
زرزیره ریختم توی روغنم. الان برنجم رو که آبکش کردم میریزم داخل همین قابلمه، میذارم دم بیاد. خب برنجم رو ریختم داخل قابلمه، درش میذارم تا یه نیم ساعت 40 دقیقه دم بیاد. سوشو زیاد میذارم، بخار که کرد سوشو کم میکنم. خب اینم از تربای اوشینی من. امروز رفتم ترب خریدم، ترب اوشینی میخرم چون خیلی شیرینه، خوشمزه، هنوز نشستم. الان به اندازه‌ای که میخوام یه دونه رو خورد میکنم، با ساقه‌های همه رو خورد میکنم، میذارم خیس بخوره. به اندازه دلخواه استفاده میکنم ساقا رو، بقیه رو پلاستیک میذارم توی یخچال برای روزهای آینده. ما تربه اوشینی خیلی دوست داریم، از اونجایی که همسر من مشکل کلیه داره. امیدوارم که خدا همه بیماران شفا بده و واقعا هیچ خونه‌ای بیمار نداشته باشه، واقعا نداشته باشه، چون درد بزرگیه. من سعی میکنم بیشتر مواقع ترب بخرم. ترب برای کلیه خیلی مفیده، خیلی خوبه. دوستای گلم گفتم این نکته هم بگم، عزیزانی که مشکل کلیه دارن ترب زیاد استفاده کنن. حالا ترب کله سیاه که گیر بیارن خیلی هم بهتره، شیرین‌تر و خوشمزه تره. می‌بینیم که باقی کارا رو انجام بدیم. خب دوستای گلم، من تربمو تو آب خیس گذاشتم. تربمو همینجوری پوست نکنده درست گذاشتم توی آب، یه نیم ساعتی بمونه. با سبزیاشم ساقه‌هاشم خورد کردم، همه رو گذاشتم خیس بخوره که قشنگ گلولاش ازش بره. تربم به این دلیل گذاشتم پوست نکنده و نشکسته. اینو دقت کنید داخل آب که ترب من قشنگ آبدار بشه و شیرین، خوشمزه تر میشه، آبدار تر میشه. اینم یه چای دبش کنار خانواده، جای همتون سبز. میریم که میل کنیم، جای همتون واقعا سبز دوستان. چای تازه دم، به به، با این بیسکویت ها که من خیلی دوستشون دارم. جای همتون سبز. یه مقدار زرشک خیس میذارم، یه مقدارم کشمش کلویی مخلوطش میکنم، خیلی خوشمزه میشه، خیلی هم به صرفه است. میذارم یه 5 دقیقه 6 دقیقه تو آب بمونه، میشورمش برای سرخ کردن. خب دوستای گلم، میبینین که خورشت من تقریبا جا افتاده، غلیظ شده. الان دیگه من توی این مرحله میخوام آب نارنج بهش اضافه کنم. این الان یه نیم ساعتی خورشت من قشنگ پخت، مرغاش جا افتاد، غلیظ شد. من آبی هم به اون صورت نریخته بودم. کلا زیاد تو خورشتاتون آب نریزین اگه میخواد خوشمزه بشه. خب نارنجای خوشگلمون تا فصل نارنج تازه است. من از نارنجای خوشمزه برای اضافه کردن چاشنی خوشمزه غذام استفاده میکنم، چون واقعا این نارنجای تازه و خوشمزه یه طعم دیگه ای دارن. مزه بهشت رو میدم به خورشت غذای ما، فوق العاده است. الان به اندازه‌ای که میخوام آب میگیرم و برای استفاده از خورشتم برمیدارم و 10 دقیقه الان دیگه خورشت من آماده. 10 دقیقه مونده که خاموشش کنم. من این آب نارنجم رو اضافه میکنم و دیگه غذای من آماده است.
شانسمون اون نارنجمون خوب نبود، اونو نمیریزیم، یکی دیگر آب میگیریم. خرابم در میاد دیگه بعضی موقع. اینا دیگه چاشنی ویدیو ماه. به به، نمیدونین چه عطری داره. به به، ببینین عطرش عطر بهشته. توصیه میکنم حتما از نارنج تازه استفاده کنیم برای ترشی غذاتون. تا نارنج تازه هست از نارنج تازه استفاده کنیم، چون عطر و طعم فوق‌العاده‌ای به غذاتون میده دوستای گلم. به 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 دوستای گلم، ببینین چی شد. به به، نمیدونین چه عطری داره. واقعا جای همتون خالی. خب من نارنجی که آماده کرده بودم الان اینو میریزم روی خورشتم. من یه 10 دقیقه دیگه میذارم خورشتم بمونه، ولی درب خورشتم و کامل نمیذارم. این بار یه 10 دقیقه دیگه ریزغل میزنه، بعد خاموش میکنم. خورشت من دیگه آماده میشه. پیازمون رو قشنگ میذاریم باز بشه. پیاز سرخ شده آماده است دوستای گلم. اگه نداشتین میتونین یه دونه پیاز نگینی رنده کنین، یه دونه پیاز یا نگینی خورد کنین یا رنده بزنین درشت سرخش کنین. پیازمون که یه ذره باز شد، زرشک و کشمشم اضافه میکنم به پیاز داغم.
خب حالا سعی میکنیم زود به همش بزنیم که نسوزه، چون زرشک و کشمش زود سرخ میشه و حواستون باشه. تو این مرحله دوستای گلم شما میتونی زعفرون اضافه کنی، 2 تا حبه قند میتونی اضافه کنی. بعد براتون بگم اگه کره داشتین یه مقدار کره، یه کوچولو کره اضافه کنین، خیلی فوق العاده خوشمزه تر میشه. و یه مقدار گلاب اضافه میکنین، خیلی کم باید باشه. من الان یه مقدار گلاب اضافه میکنم. عطر بهشتی بگیره. من دیگه چون کشمش ریختم خودش شیرینی هم داره دیگه، ترش و شیرینی حالت ملس رو پیدا کرده. خب اگه شما فقط زرشک دارین استفاده میکنین بهش میتونین 2 تا حبه قند یا یه چای قاشق شکر سرخالی اضافه کنی، کره اضافه کنی، زعفرون اگه نداشتی زعفرون، رنگ زعفرون دیگه پای خودت عزیزم، اینا دیگه سلیقه‌ایه ولی اینجوری خیلی خوشمزه تر میشه و مجلسی تر میشه. هم خوشاب رنگ میشه بیشتر، هم خوش عطر میشه وقتی روی برنج میریزی میخوای مجلسی باشه. همینقدر کافی عزیزانم. من دیگه خاموش میکنم، نباید زیاد سرخ بشن چون من پیاز داغ منم سرخ شده بود. ببین همینقدر کافی، از این بیشتر دیگه میسوزه، خیلی کم. آفرین آذر، آفرین آفرین آذر، آفرین. امیدوارم که درست کنیم و لذت ببریم از خوردنش. لطفاً کانال منو به دوستانتون معرفی کنید. من خیلی به حمایتاتون نیاز دارم. ممنون میشم این قلب کوچیک بیرنگ و قرمزش کنید، سابسکرایب کنید. لطفاً کانال منو به دوستانتون معرفی کنید که هر جای دنیا هم که هستین امیدوارم که سلامت و شاد باشین کنار عزیزانتون و نوش جان کنین. جای همتون سبز دوستای گلم.